پس امروز همه گرفتار همون مسئله پسیخوز هستند که دیگر باز موقع ملی ما که گفتیم بیاید در پهلوی مردم اسفره باشد با تمام نیرو و در پهلوی ارتش باشد، در ملت باید که از ارتش و از مردم اسفره دفاع کند، اما قضیه رحمانوف را از قضیه واروق باید جدا کرد. اما اینها چیکار میکنن؟ سوء استفاده هم در همین جا است. اینا میگن نه، رحمانوف را در این شب و روز نمیشود از قضیه واروق جدا کرد. اگر شما رحمانوف را تنقید کردید پس وطن دوست و پاتریوت نیستید. اگر شما گفتید که با ملت قرقیز باید همزیستی مصالحت آمیز داشت، پس شما ملت تاجیک را دوست نمیدارید، پس شما قرقیز ها را بالا گذاشتید. نه برادران عزیز، ما دقیقاً در همون موقع ملی ایستادیم و در موقع کشور ایستادیم، دفاع از سربازان، دفاع از مردم واروق، اما به هیچ وجه ملت همسایه را نباید ما پس بزنیم و پس دادنی هم نیستیم. و به هیچ وجه باز تکرار میکنم قضیه واروق را با قضیه رحمانوف یک جا کردنی نیستیم، بلکه این دو قضیه کاملا جدا هست. اصلا حالا این را من گفتم که بعد از رمضان برمیگردیم به خود رحمانوف، اما این جمله رو هم بگم اینجا که هر کسی فکر میکند که آینده کشور ما با رحمانوف ما این مسئله های مرزی رو حل میکنیم یا مشکلات اقتصادی رو حل میکنیم یا همه مشکلاتی که در جامعه است، در مسئله های دینی، سیاسی، فرهنگی، اینا رو حل میکنیم، اشتباه میکند. تا وقتی که رحمانوف هست این مشکلات ما رو دامنگیر خواهد داد. یا به عبارت دیگر اگر بگویم از قدرت دور کردن رحمانوف این یک استراتژی ملی باید باشد. این دیگر به حادثه مرز و قرقیزستان و افغانستان هیچ ربط ندارد. این یک استراتژی ملی هست. مشکلات افغانستان باقی خواهد ماند، مشکلات ما با همسایه ها حالا خدا کند که دیگر جنگ نشود، این گفت و شنیدها ادامه خواهد داشت. مشکلات اقتصادی را در آینده خواهیم داشت. اینا هیچ وقت تمام نمیشوند. مشکل اصلی ملت تاجیک رحمانوف و حاکمیت او هست. خب این دیگر هیچ دلیل ندارد. بنابر همین به این مسئله باید که خاتمه گذاشته شود و این دو مسئله را از هم جدا کنیم. انشاءالله که بعد از رمضان، بعد از حل این مشکلات، حل نسبی مشکلات در مرز، حتما که ملت باید که همون طوری که مبارزه رو برای از قدرت دور کردن این دیکتاتور شروع کرده بود، با همون قدرت، با همون فضا و روحیه انشاءالله اون رو ادامه خواهیم داد. اما بیاید یک